تولی‌نامه برای امروز سنه 13 اکتبر سال 2020. حمل. در این روز بیشتر با مشکلی دوستان و نزدیکان مشغول می شوید. با نفری که در جمعیت آبرو و اعتبار دارند مناسبت خود را بد نکنید. ستاره ها می گویند حتی برای نفری نزدیکترینتان به این کار راه ندهید. مناقشه هایی که دوام روز سر می زند با عیب شما رخ می دهد. صبر. صبرهایی که در این روز نیت آیله‌دار شوی را دارند درباره دوست داشته‌شان هر گونه آوازه و غیبت‌های بردروغ می‌شنوند. به خاطر آنکه انگشت پشیمانی نگزند به خبرهای شنیده‌تان باور نکنید. بیماری‌های مزمن در این روز خروج می‌کند. برای خواب و خوراکخوری خود اهمیت دهید. جوزا. در این روز با نفری رابطه می‌کنید که مشکل‌های جدی شما را باید رفع سازند. هنگام کار با حجت‌های مالیوی مسئولیت کاردانی را از دست ندهید. احتمالی به غلط و اشتباه راه دادنتان وجود دارد. پول و مسائل مالیوی مشکلی اساسی امروزه شماست. سرطان. در این روز برای تعمیر خانه و در و تامین زندگیتان اندکی مبلغ بیشتر صرف میکنید. در جاده محبت مشکلی خردکه سر میزند. دختران از دوگانه های خود مصلحت میپرسند. مردها وقتی خود را با دوستان و همسایه ها میگذرانند. زیاد انجقی نکنید. اسد. در این روز به خاطر شاد ساختن خاطر نزدیکان تحفه و ارمغان زیادی را به کار میبرید. غمخواری و مهربانی و صمیمیت شما در این روز زیاد میگردد. اسدهایی که از عشق خود جدا شدند امروز امکان آشتی کردن با یار خود را پیدا میکنند. غم و اندوه را از دل دور میسازند. سنبله. در این روز بیماری یکی از نفران نزدیکتان باعث تشویش و اضطراب شما میگردد. متاسفانه در عائله‌تان نافهمی‌های زیاد سر میزند. کارهایتان پیش رفته، درآمد خوب نیز به دست میآورید. به شما میسر میگردد که امروز قرضهای خود را برمیگردانید. میزان. امروز خیلی زود رنج میشوید. از کمترین گپی دغل رنجیده گریه میکنید و از اطرافیان دل مانده میشوید. خصوصا بانوان از فشار روحی ایمن مانده نمیتوانند. غم و اندوه عاشقانه میزانها و نفران علاقمند است که زمان دیوانوار دوستشان می‌داشتند. عقرب. در این روز عقرب‌ها به تخت نمودن حجت‌های مهم عائلوی مشغول می‌شوند. معرکه و واخوری‌های زیاد می‌گردند. به همین خاطر کارها و واخوری‌های خود را پیشکی به نقشه می‌گیرند. امروز خبری تولیدی طفل یا تولید کردن نفری را شنیده خرسند می‌شوند. قوس. در این روز برای خود وقت یافته نمی‌توانید. دوام روز به خانه‌تان مهمان می آید یا خودتان به مهمانی می روید. بانوان مسئولیت علاوگی را به دوش گرفته از این کار درآمد خوب به دست می آورند. مردها باشند سبب عملی نشدن نقشه و نیت‌های خود را می جویند. جدی. امروز نفری را تنقید کرده خاطرش را سخت آزرده می سازید. با دقتی و احتیاطکار باشید و به شتابکاری راه ندهید. دوام روز کوشش کنید که کمتر کار کنید وگرنه با سبب زیاد بودن کارهایتان نافهمی ها به میان می آید. با نفری که قدرت بیشتر دارد ماجرا کردن را توصیه نمی دهیم. دول. در این روز اگر سری وقت زبان خود را نگاه ندارید احتمال از جای کارتان خارج می گردید. روز برای آنهایی که در همه کار توکل می کنند سازگار نیست. از مناقشه و نزاع دوری جویید. مناسبت های عاشقانه تان خیلی خوب جریان می گیرد اما یک سری مخفیتان آشکار می شود. هوت. امروز از حیله و نیرنگ خود را دور گیرید و راستی و راستکاری را از دست ندهید وگرنه دچار مشکلی های زیاد می گردید. مردها امروز بی‌طاقت و زودرنج می شوند. سلامتیتان تشویش نمی دهد اما این معنای آن را ندارد که بی‌پروا باشید. باد و هوا را نگاه کرده لباس و برنمایید.